ببینین خطاب ما با مبارزای این ملت است، با اون کسایی که یک ذره غیرت در وجود دارند. من با شما خطاب میکنم دوستانی عزیز، برادرانی عزیز، چی کسایی که حرکت در راه مبارزه هستین و چی کسایی که فکر میکنین که ببرم یا نبرم، من برای شما یک چیز میگم. این ملت زیاده از 700 سال است که آزادی را ندیده است. این ملت زیاده از 700 سال است که غلام دیگر ملت ها است. مغول آمد تجاوز کرد رفت، ظلم و تجاوز بالای این ملت. بعد از مغول ترک آمد، ظلم و تجاوز. چند صد سال بعد از ترک روس آمد، تا امروز ظلم و تجاوز. من برای این ملت حق میتم و من و شما کسایی که مبارز هستیم در این قضیه گناهگار میحسابیم. این ما هستیم که نتونستیم، این ما هستیم که این ملت نتونستیم با غیرت بکنیم. ما نتونستیم واقعا. چرا که یک اجنبی از خود سوریه به یک ویدیو ابرشینی میتونه که 10 ها جوانی تاجیک، 100 ها، 1000 ها جوانی تاجیک بکشه به سوریه جنگ ببره و من و شما نتونیم. اگر ما تا امروز موفق نشیدیم، ما گناهگار هستیم، نه این ملت. این ملت، من برای شما ساعت ها قصه کردم که چگونه بزرگ می شود. بیچاره آزادی را ندیده است، نمیدونه آزادی چی است. چطور این ملت باید که بشناسه آزادی را؟ باید من و تو راه پیدا بکنیم، باید من و تو راه پیدا بکنیم بتوانیم این کار کردن. و من خطاب به اون برادرای مبارزه که از مبارزه دست کشیدن، خطاب به اونها میکنم. تو ناتوان هستی. از تو ده یک همون ریشداری که ده از طرف سوریه مثلا یک تکفیری توانمندتر است. یک تکفیری میتونه که از اون طرف یک ویدیو ابرشینی بکنه 16,000 جوانی تاجیک بکشه ببره. از تو ده او توانمندتر است. تو نتوانستی. و اون کسایی که مثلا با ما تحقیر میکنن که ما مثلا اسلامی نمیگیم، ما نمیگیم اسلامی، تو بگو. ما نگفتیم، تو بگو. در تحقیر کردن یکدیگر ما خیلی با غیرتیم، نه؟ در پس زدن یکدیگر خیلی با غیرتیم. ما به جان یکدیگر خوردیم، ملت ببین به چه حال آمد. ما یعنی همه ملت، نه تنها مبارزا، همه ملت به جان یکدیگرش است. فقط خیانت 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 خیانت، در پشت یکدیگر خنجر زدن. حاصل این همه خیانت ها. Пошли. Чурки, Куйрам-Байрам. Чурочки, подождите, сегодня у вас праздник Куйрам-Байрам. Или как он называется? Блин, да, с праздником. Блин, от души. А вы за свининой пошли? Нет. А вы вообще не едите свинину, да? Блин, ладно, с праздником вас, чурки. این حاصلی در پشت یکدیگر خنجر زدن من و شما است که به ملت ما این گونه تحقیرها می شود. اون ملت هایی که آبرو پیدا کردن از دست قهرمان هاشون آبرو پیدا کردن. اون قهرمان هایی که توانستن اون ملت
و پا بخیزونن. من و شما نتونستیم و من و شما باید که اعتراف بکنیم که واقعا نتونستیم. این ملت 700 سال زیاد است که در اسارت است، در غلامی است، آزادی را ندیده است و نمیشناسه آزادی را. راه گم کرده است، نمیدانه راه کجاست. من و شما باید راهنما باشیم. من و شما باید چاره بیابیم. راه چاره را ما و شما باید پیدا بکنیم.